آدمی که عقیده خوان او ایماندار است و آدمی که عقیده نخوانده او بی ایمان است. هر قدر که دعوای ایمانداری بکنه ایماندار نیست. چطور تو میتونی مثلا آب نشناسی؟ چطور میتونی تو درباره ازی بگی که والا من آب نمیشناسم لکن من ساینسدان هستم؟ از چی ترکیب شده؟ اش تو را میفهمی؟ اش چی معنا؟ چرا تو هست و چرا او هست؟ اینو کس نمیفهمه، باز میگه والا من کیمیادان هستم. دروغ میگه. وقتی که ترکیب آب نفهمید بازو بگه من کیمیادان هست. یک کس عقیده را نمیفهمه، فرمول های عقیده را نمیفهمه و میگه من ایماندار هستم. از کجا گرفتی ایمانت؟ از همین 4 تا کتابای شعر؟ از کتاب شعر تو ایمان؟ آیا او کتاب شعر است یا کتاب ایمان است؟ حداقل عقل داری. آیا یک نفر بود یک کتاب کیمیا بخره، او میره کتاب ادبیات هم میخره؟ خب میره باشه میگه بیادر کتاب کیمیا داری، او باشه میگه که میره کتاب شعر بخواد. میگه بیادر خود کتابش ادبیات است، من ادبیات کار ندارم، من کیمیا کار دارم. حال تو ایمان کار داری. ایمان در کجا هست؟ در کتاب‌های ادبیات یا در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، در سلسله درس‌های عقیده ما شما در درس دوم کورس عقیده قرار داریم. درس دوم است از کورس عقیده. امروز درس دوم کورس عقیده هست. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس دوم عنوان اولش نام‌های عقیده هست. وقتی ما شما کتاب‌های عقیده را می‌خوانیم، در طول تاریخ علمای اسلام برای علم عقیده یا برای عقیده اسلامی چند نام گذاشتن که هر کدامش فهمیدن هر کدامش ما و شما را به یک نقطه دقیق متوجه می سازه. اول نامش عقیده یا اعتقاد یا عقاید است. یا تر اگر دیده باشین در مکاتب و در اینجا به نام عقیده یا عقاید یا علم اعتقاد این تدریس میشه. او را هفته گذشته در درس اول من خدمتان معنای عقیده را در لغت و اصطلاح تشریح کردم و خلاصه‌ای بود که کسی که علم عقیده را میخوانه، عقد به معنای ربط دادن است، قلب این مسلمان با خالقش ربط پیدا میکنه. و کسایی که علم عقیده نخواندن، قلب از اونا به مخلوق ارتباط داره. حتی اگر این مخلوق پیغمبر باشه یا از اولاده پیغمبر باشه یا ملائکه باشه، در قسمت از او افراط و تفرید صورت میگیره. گاهی یک پیغمبر به درجه خالق میرسانن، اولاده پیغمبر از او استغاثه و استعانت میکنن و به نام از او نذر و قربانی میکنن، افراط میکنن. و گاهی تفرید میکنن که بعضی اوقات شأن پیغمبر و یا شأن یک شخصیت بسیار ضعیف جلوه میتن. پس کسایی که علم عقیده را میخوانن، قلبشان ربط پیدا میکنه، اتصال پیدا میکنه با خالقش. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. و پیغمبر هم الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قل بگو که ان صلاتی، نماز من، و نسکی و تمام مناسکی که من انجام میدم، و محیای و زندگی من، و مماتی و مرگ من لله رب العالمین، کلش بر الله هست. پس این علم عقیده چرا میگه که ربط میده قلب تو مؤمنه با خالقت. و کسانی که این علم نخواندن، شاید فقه بسیار خوب خوانده باشه، شاید شعر بسیار خوب دکلمه بکنه، خوب شعر بفهمه، شاید خوب ادبیات خوانده باشه، لکن چون علم عقیده را نخوانده، به شکل از اشکال شیطان قلب ازیره ربط میده به یک مخلوق. اینمی کار شیطان است. قلب ما با خالق ارتباط داشته باشه یا با مخلوق؟ با خالق. وقتی که میگیم قلب ما باید با خالق ارتباط داشته باشه، باید علم عقیده را بخونیم.
و اگر میخوایم قلب ما با مخلوقات ارتباط پیدا بکنه باز شخصیت ها را بخوانیم. حال در افغانستان ما شما یکی از مشکلات بزرگ چی است؟ هر شخصیت سیاسی و اجتماعی و اسلامی را مردم خوب میشناسن. هر شخصیت نامایشان من نمیگیرم، لکن وقتی که درباره یک شخصیت بگویی کلگی بسیار مردم را میشناسه. برش بگو که یک ساعت درباره از گپ بزن، می گپ میزنم. اما برش بگو که 10 دقیقه درباره او توحید گپ بزن، 10 دقیقه گپ زدن نمیتونه. چرا؟ از عقیده دور است. همین مشکل مردم ما شماست. از این خاطر چطور میتونی او کسی که قلبش وابسته با یک مخلوق است، او را قلب از او را به خالق وابسته بسازی؟ خلاص راه خود تعیین کرده. از این خاطر انسان پرست یافت میشه در افغانستان، قبر پرست یافت میشه، پیر پرست یافت میشه، ملام پرست یافت میشه، مولوی پرست یافت میشه، رهبر پرست یافت میشه. خدا را پیش ریش دو بزنی قار نمیشه، اما رهبرش اگر دو بزنی قطع سنگ در دانت میزنه. مگه تو چطور این رهبر مرا حداقل یک کلمه زشت در مقابلش استعمال کردی؟ از این خاطر اگر فکرتان باشه حالا آهسته آهسته بت پرستی، رهبر پرستی شروع شده. مجسمه های رهبرا را حالا میبینین که آهسته آهسته جور شده میره. پدرش جور میکنه، بچهش بازو را رنگ مالی میکنه، نواسش بازو را برش قربانی میکنه و کواسش سجده میکنه. اونم مثل زمان نوح علیه السلام واره. نام دوم دیگه عقیده چی هسته؟ اینا علم توحید میگن. توحید اینا علما میگن تسمیه کل به اسم جز است. چون در عقیده بسیار چیزا شامل است، لکن توحید یکی از اساسات و ارکان مهم علم عقیده هست. به این خاطر یکی از نامهای عقیده چی هسته؟ توحید است، یعنی یکتاپرستی. چون در علم عقیده وحدانیت خالق بیان میشه، یکتاپرستی خالق بیان میشه. این بیان میشه که تو با خالق چه قسم ارتباط داشته باشی، صفات از او را چه قسم بشناسی، افعال از او را چه قسم بشناسی، چه قسم بر از او عبادت بکنی، چه قسم عبادت غیر از او را نفی بکنی. این کل ازیا در علم عقیده و در عقاید است و در این کورس عقیده ما درس میکنیم. از این خاطر مشکل ما چی هست؟ مشکل ما این است که ذات خالق نمیشناسیم، صفاتش نمیشناسیم. چون صفت خالق نمیشناسیم، صفت خالق برای مخلوق میدیم. مثلا اجابت کننده دعا کی هست؟ مجیب، المجیب الله هست. دعای ما را الله اجابت میکنه. خیلی چرا ما دست دعا به مخلوق بلند میکنیم که او شاید شمشیره برای ما بچه بتی؟ امی که دست بلند میکنی برای شاید شمشیره که بچه بتی، در حقیقت این صفت مجیب خالق برای کی دادی؟ برای شاهد شمشیره دادی. میگی او اجابت میکنه. چرا روی تو به طرف قبله نمیکنی؟ نمیگی که یا الله برای من پسر بتی، برای من دختر بتی، شفا بتی، تو مجیب هستی. چون صفت مجیب خالق نمیشناسیم، میریم از مخلوق اجابت دعا میکنیم و دست دعا در مقابل یک مخلوق بلند میکنیم. چی زنده باشه چی مرده باشه. دعا عبادت است. دعا چی هست؟ الدعاء هو العباده. رسول اکرم صلی الله علیه و میگه دعا عبادت است. پس چرا دست دعا را در مقابل مخلوق بلند میکنی؟ به خاطر که نمیفهمی که دعا عبادت است و ایاک نعبدو بر تو امر میکنه که عبادت فقط بر الله بکنی. پس مسلمان حق نداره در مقابل قبر کسی دست دعا بلند بکنه، ولو قبر پیغمبر باشه. ما وقتی که در پیش قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتیم، پشت خود طرف قبر پیغمبر کردیم، روی خود طرف کعبه شریفه طرف قبله کردیم و گفتیم پروردگارا ما بنده های عاجز هستیم، الهی پروردگارا این قبر پیغمبرت است، ما را از شفاعت پیغمبرت در روز قیامت محروم نسازی. اما نگفتیم که ای پیغمبر برای من بچه بده، ای پیغمبر برای من دختر بده، ای پیغمبری گوسفند زیر پای تو ذبح میکنم. چرا؟ به خاطر ازی که ما الحمدلله عقیده قرآن و سنت میفهمیم، عقیده را خواندیم، میفهمیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شخصیت بسیار بزرگ اسلام است. لکن ای پیغمبر برای کس بچه و دختر داده نمیتونه. چرا برای خود بچه نداد؟ چرا بچه پیغمبر در آغوش خودش وفات میکنه؟ به خاطر که برای ما بفهمانه که پیغمبر اگر شفا داده میتونست، پس بچه خودش شفا میداد. بچه دست خودش وفات میکنه، بچه جوان نداره. پس معلوم میشه که پیغمبر شفا دهنده و خلق کننده نیست. خالق
و شافی الله هست، پیغمبر رسول الله هست، فرستاده الله هست و احکام الله را بر مردم بیان میکنه و عقیده توحید بر مردم بیان کرده. نام دیگه عقیده که در کتابای ما و شما آمده به معنای سنت آمده یا نوشته است که عقیده اهل سنت. چرا کلمه اهل سنت استعمال میکنن؟ به خاطر از اینکه یکی اهل سنت است و یکی اهل بدعت است. هر کسی که از سنت پیروی نمیکنه او از بدعت پیروی میکنه. یا اهل سنت هستی یا اهل بدعت هستی. سنت آن چیزی که روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. لا اله الا الله. وقتی که ما میگیم لا اله الا الله این هدف دین شد. به هدف دین خود به خاطر که الله را بشناسیم از روشی که استفاده بکنیم، از طریقی که استفاده بکنیم، از سنت عملی و تطبیقی که استفاده بکنیم، از تقریری که استفاده بکنیم، از قول و فعل تقریری که استفاده بکنیم. محمد رسول الله جز دوم کلمه هست که ما باید از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده بکنیم. پس وقتی که میگیم عقیده اهل سنت یعنی عقیده کسانی که بر روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن میفهمند، بر روش رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را میشناسند. اگر مردم الله را شناخته میتونست خیلی ضرورت به پیغمبر چی بود؟ اگر فیلسوفا میتونست افلاطون خدا پرست میبود پس ضرورت نبود که پیغمبر میامد. باید نظریات افلاطون را میخواندیم، سقراط را میخواندیم، نظریات دیگه فلاسفه را میخواندیم. لکن الله سبحانه و تعالی بر ما معرفی کرد که محمد رسول الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس وقتی که محمد رسول الله هست پس فرستاده الله هست. فرستاده الله میتونه که کتاب الله را بیشتر تعریف بکنه و تشریح بکنه و بیان بکنه و او خوبتر میتونه تطبیق بکنه. پس عقیده اهل سنت چی معنی؟ یعنی عقیده که مطابق عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما کسایی که اهل سنت نیست در مقابل چی آمده؟ در مقابل اهل بدعت آمده. چرا اهل بدعت چی کردن؟ عقیده خدا به نام اشخاص آوردن. موسویت به طرف موسی انتقال شد. ببین نام الله فراموش شد. عقیده موسویت، عقیده عیسویت، عقیده فلانی مرجعه، عقیده فلانی، نامهای اشخاص دیگه آوردن. لکن علمای اسلام گفتن نه خیر، عقیده درست عقیده قرآن است، عقیده درست عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از این خاطر چی میگن؟ یکی از نامهای عقیده چی است؟ عقیده درست توحید عقیده اهل سنت است که در مقابل چی استعمال شدن؟ در مقابل اهل بدعت. بنان اهل سنت میگن که ما برادر عزیز آنچه که رسول الله صلی الله علیه و گفته از اونمو پیروی میکنیم. این که تو نظر خاص داری، نظرت از احترام محترم است نظرت، لکن نظر تو سنت نیست. این که میگی من از پدرکلانای خود پیروی میکنم، پدرکلان تو سنت نیست. آیا پدرکلان تو معصوم بود؟ پدرکلان تو پیغمبر بود؟ حالا متاسفانه در بسیاری مجالس وقتی که بشین میگه آنچه که پدرکلانای ما گفته ما امور قبول میکنیم. پس بین گپ تو و گپ ابو جهل چی فرق شد؟ ابو جهل هم میگفت که پدرکلانای ما، تو هم میگی پدرکلانهای ما. و وقتی که ما پدرکلانهای خدا سائل میکنیم، پدرکلانهای ما معصوم نبودن، اشتباه داشتن، غلطی داشتن. بسیاری از پدرکلانهای ما عالم نبودن، بسیاری از پدرکلانهای ما قرآن نمیفهمیدن. قرآن نمیفهمیدن. اگه قرآن میفهمیدن، مرا که پدرکلانت که کدام تفسیر قرآن پدرکلانت نوشته کرده. یک وقت ما بسیار دلم از مرد از پدرکلانای ما سیاه شد. چه وقت سیاه شد؟ والله وقتی که من ماستری میخواندم، ما وقتی که 2 سال دوره ماستری رو خلاص کردم، 3 سال دیگه باید ما کتاب یا تزیس یا رساله نوشته میکردیم. ما رفتم پیش از پروفسوری که استاد ما است، استاد پروفسور ما است و موضوع مشوره میگیرم. برش گفتم استاد، گفت بله. ما گفتم ما میخوایم که امی 3 سال ماستری خود در تفسیر قرآن، در شناخت قرآن صرف بکنم. امی وقت ما 3 سال میخوایم بر قرآن بتم. یک موضوعی برای ماستری ما بده که او مربوط به قرآن باشه که ما 24 ساعت قرآن بخوانم، تفسیر قرآن بخوانم. او برای ما گفت، پروفسور عرب بود، او برای ما گفت فالا بچه‌م برای تو خیمه یک موضوع را میگم بسیار خوبش است، اگر اختیار کنی استادا بسیار خوش دارن و موضوع بسیار جدید است و در ماستری و دکترا باید یک موضوع نو و جدیدی که به جامعه بسیار نیاز باشه. گفت خب. گفتم چی است؟ گفت تو برای من در 1 قرن اخیر نوشته بکو که مسلمان های افغانستان چند تفسیر قرآن نوشته کردن.
که ما ببینیم که پدرکلانای شما، علمای شما، دانشمندای شما چند تفسیر چقدر در قرآن کار کردن. من بسیار خوشحال شدم، گفتم حتما دیگه پدرکلانای ما کلش ملا ما داریم، دا ملا دیگه، یک ملا دارم، ما چند ملا داریم، دا ملا ما داریم، مولوی ما داریم، پروفسور ما داریم، پروفسورای بزرگی که به سطح جهان شهرت دارن و بسیار کسا هست. خب بیایم چند تا تفسیر است. من گفتم شاید 40-50 تفسیر خود نوشته است دیگه. علمای صاحب در کتابخانه افغانستان صاحب بپال 3 تفسیر یافتم. یک تفسیر یافتم به نام تفسیر یعقوب چرخی، 2 سپاری آخر است، یکی سپاری 29 است، یکی 30. سپاری 29 و 30. چرا یعقوب جان چرخی؟ من 2 سپاره تفسیر کنم. خب خانه شو حداقل قلم برداشت. یک تفسیر دیگه گفتم به نام تفسیر کابلی. خوشحال دیگه که نام خدا عین بابا کلانای ما تفسیر نوشته کرده، خدا خیرشان بده. صفحه اول شمه خانم که نه بابا کلانای ما نوشته نکرده، این تفسیر به اردو بوده، کدام کسی ترجمه کرده از زبان اردو و فارسی. ترجمه هست از زبان اردو به زبان فارسی، نامش مانه تفسیر چی؟ کابلی. تفسیر کابلی نیست. و یک تفسیر دیگه پیدا کردم به نام تفسیر حسینی که او را واعظ کاشفیست یا کاشف واعظی از چطور است همه تو واعظ کاشفی، کلش از اسرائیلیات و قصه هایی که هیچ به درد نمیخوره. این پدرکلانای ما در قرآن نقه کار کردن. رفتم اونجا، یک بچه یک محصل است از پاکستان است، یک محصل دیگه از هندوستان است، یک محصل دیگه از پاکستانی را پرسان کردم، گفتم ببخشید من دیگه کلم خم است، دلم سیاه است. آمدم از او پاکستانی پرسان کردم، من گفتم برادر گفتم در وطن شما تفسیر کس نوشته کردن؟ تفسیر چی؟ تفسیر قرآن. گفت بہت بڑا معارف القرآن، مفتی شفیع الرحمن صاحب این جلده. دیگه یک معارف قرآن دیگه هم هست بغیر از مفتی شفیع الرحمن. دیگه صاحب کاندهلوی دیگه تفسیر نوشته کردن. دیگه صاحب یک عالم از بنام طحاوی دیگه تفسیر نوشته کردن. 50-60 تفسیر 10 جلد 20 جلد نوشته کردن. بینه بابا کلان تکد، بابا کلان از او به هر صورت اینال اهل سنت وقتی که قرآن که از تفسیرش یاد نداشت، اگر یاد میداشت نوشته میکرد، زامت میکشید، قلم میورداشت و نوشته میکرد که امروز ما اولادایشان از پیشان استفاده میکردیم و میگفتن که قرآن ایره میگه و حدیث ایره میگه، لکن ما همیشه از خودترکی که شیشتیم در هر مجلس تمام روز حافظ بخوان، اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. والی سمرقند حافظ خان گفت تو چی لودستی؟ والی ما هستم به سمرقند تو میبخشی؟ گفت سای ما تو ضیافت خرجی و لودگری کردیم که مفلس موندیم. کدام روز برای ما کسی عقیده درس داد و تفسیر قرآن برای ما درس داد و گفت که الحمدلله رب العالمین، کی برای ما ایاک نعبد و ایاک نستعین برای ما درست درس داد تا که ما عقیده خود درست بسازیم و با پدرکلانای خود افتخار بکنیم. تعویذ برای ما یاد دادن، دم کردن برای ما یاد دادن، دودی نوشته کردن برای ما یاد دادن، شرکیات برای ما یاد دادن که در تعویذ یا بدوح نوشته یا بدوح ماشم نام کی هست، والله در نام اسماء الحسنا ما خو نیافتم که تعویذ پناه به غیر الله برای ما بده،
یاد دادن این امی فریبکاری رو در دین بر ما یاد دادن. یاد دادن که چه قسم الوا بخوریم، چه قسم در ختما یک سپاره قرآن شریف بخونیم، 10 سپاره دیگه شو تیر بکنیم، دروغ بازی بتیم او خانوالا را و برش بگوییم که ما برات ختم کردیم، یک ختم صحیح نکردیم، در 5 نفر میریم در نیم ساعت برش میگیم که این ما 30 سپاره را ختم کردیم. این دروغگویی کاری دروغ دادن برای ما یاد دادن که یک سفر میخوری 5 صفحه شو تیر کو. این برای ما یاد دادن، الوا خوردن یاد دادن، شب و جمعگی یاد دادن، اسقاط خوردن یاد ما دادن، روز 2 روز 3 یاد دادن، قرآن یاد ما ندادن و عقیده توحید بر ما یاد ندادن. من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی گرد آن آشنا کرد. اینمی پدر کلانای ما بودن که ما را برای غلط روان کردن و امروز کسایی که مخالفت با قرآن و سنت میکنه به خاطر اینمی هست که تمام روز مثل که دکتر علی شریعتی یک عالم ایرانی است و چی میگه والله ایران که تبا کرده مولای دالخور و پلوخور و اسقاط خور و خیرات خور و شوله خور. اینمی گفت تبای ما کرده که نمیگذارن مردم عقیده یکتا پرستی و توحید یاد بگیرن. تمام روز مصروف اینمی هستن که آیا اسقاط جایز است، آیا چی است. ابی اسقاط که بیخی جایز هم باشه بر یک عالمی که ما ولدم دوره که ششته باشم و دو بین مجلس بشینم با یک نفر یک نسواری بخیزه برای من یک دانه صدیر بیای بتا و ما کلیم خمسی قسمی اینمی ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. برای عالم دین اسلام که جانشین پیغمبر است برای جایز است که در این دوره بشینن و خیرات بخورن. اگر جایز هم باشه برای 4 تا مسکین و فقیر است برو برای زو بده. اما تو که با این عبا و با این ریش و با این بزرگیت میده مجلس میشینی والله امی بی عزتی به قرآن است، بی عزتی. عالم شعائر الله است. کسی که به یک عالم احترام میکنه به یک شاعری الله احترام میکنه و تو عالمی که خود ذلیل میسازی به خاطر ازی که صدر په اسقاط بگیری تو باز میگه تو چطور جانشین پیغمبر هستی. علمای ما را که ذلیل ساخته دوره اسقاط ذلیل ساخته. والله من که بیشینم در دوره اسقاط یک وقت خورترک به مرا بازور کش میکردن بیشی یک پینجایی بگه آخر من روی خدا پت میکردم دل ما سیاه بوده که از اینمی اسقاط خوری تا بالاخره فهمیدیم که کلش به عزتی به علمای اسلام است، به عزتی به عقیده اسلام است. به خاطر بر یک عالمی که خود در مسند پیغمبر میشناسه. پیغمبر میگه ید العلیا، دست بلند بهتر است از دست گدایگر خیرات خور اسقاط خور کردن. دست بلند است از گشنگی بمر. غلام همت والای بابا خارکشم که بار خار کشد و منت دونان نکشد. حاتم طایی میگن پرسانش کردن آیا از خود که بلند همتر دیده ای و یا شنیده ای؟ گفت شنیدم. گفت کی است؟ گفت یک وقت در یک صحرا برآمده بودم 40 شتر قربان کرده بودم. در صحرا برآمدم که یک بابا خارکش است. پرسانش کردم که ای بابا خارکش چی میکنی؟ گفت رفتم از کوه خار میکنم میرم دانه 1 روپیه نیم روپیه در بازار میفروشم و نیم دانه نان میخورم. میگه پرسانش کردم چرا به مهمانی حاتم نرفتی که 40 شتر قربان کرد؟ گفت هر کی نان از منت خیش خورد منت حاتم طایی نبرد. چرا منت از او را ببرم؟ چرا یک عالم اسلامی دستش دراز باشه برای یک رشوت خوری که رشوت میخوره با 100 روپیه برای او خیرات میته و اسقاط میته و در مجلس از او میشینه؟ چرا پیسه چه اوسو نمیپرته؟ چرا از گشنگی نمریم؟ والله شرف است برای یک عالم اسلامی که از گشنگی بمره لکن در دوره اسقاط نشینه، از گشنگی بمره در خیرات نشینه، با عزت زندگی بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و چرا 2 تا سنگ در شکم خود بسته کرد؟ به خاطر که بر ما بفهمونه که اینم تو 2 سنگ از گشنگی در شکمتان بسته کنین لکن آبروی عزتتان، آبروی اسلام، آبروی علمای اسلام پیشکش نشین. چرا گپ علما را امروز در افغانستان نمیشنوه؟ به خاطر ازی که همیشه خان، نسواری، لچک، چلمی او سر عالم حاکمیت کرده. عالم نبوده که کتبوکس در دانش بزنه بگه بد کردی تو خان، غلط میگی تو خان، رواج تو غلط است، این رقص که در عروسی است این غلط است، این سازندگی در عروسی تو کس این غلط است، این دخترت که در چاره ایستاده میکنی این حرام است، این ناروا است، این حماقت است، دعوت به زنا است. برش گفتن نمیتونه. خدا چوب گرفته به خاطر چی که خان صاحب 200 روپیه برام میده. از این خاطر عقیده اهل سنت در مقابل عقیده اهل بدعت است. از این خاطر اینو چی میگن؟ اهل سنت میگن. و کسایی که باز بسیار شلح هستن که نه ما عقیده بابا کلانای خدا. بابا کلان تو چی کردن؟ ما با این برادرایی که همیشه در مجالس میگن، من در مجلس پیشروی کس را نمیگم چیزا، نگاه میکنم با درس میگم، چون در درس اون نیست دیگه. پیشروی کس را چیز نمیکنم، لکن در درس برش میگم که برادر عزیز همین کلمه که تو میگی که راهی را ما پیش میبریم که راه پدر کلانای ماست. عین کلمه کی است؟ ابو جهل و ابو لهب است.
این کلمه رو از دان تو سوک بگو راهی رو من پیش میبرم که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم، راه رسول الله صلی الله علیه و سلم. راهی اشخاص مهم نیست. هر کسی بگه من راه استاد دایی رو پیش میبرم، غلط کرده، اشتباه کرده. راه مرا پیش نبر، من معصوم نیستم. امروز راه مرا بگیری، سوار مرا ببینی که در اشتباه، چون غیر معصوم هستم، از پیشم غلطی میشه، ترک فرض میشه، ترک واجب میشه، ترک سنت میشه، ترک مستحب میشه، احیانا از پیشم در مکروهات واقع شدیم، حتی در محرمات الله حفظ بکنه واقع میشیم، در حرام واقع میشیم. تو راه مرا که پیش بری در حرام داخل میشی، چون من معصوم نیستم، از پیشم خطا میشه و کل بنی آدم خطا. لکن راه معصوم بگی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، او را الله قلبش پاک ساخته. قلب ما پاک نیست. من کسی یک تا بگه 2 تا میگمش. والا عادتم است، یک تا مرکز بگه 2 تا میگمش، یک سرم یک هجوم بگره سر 16 تا هجوم میکنم. لکن یگانه قلبی که پاک بود قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا پاک بود؟ به خاطر از اینکه در 4 سالگی و 5 سالگی سن خوردش ملائکه آمدن جراحی قلبی کردن و چیزی که کثافت هایی که از قلب است و چیزی که حقد است و گپاست پاک صفا کردنش و با آب زمزم شستن. قلب های ما را چیز نشستن، قلب رهبر تا هم نشستن. اکثر مردم افغانستان چرا همین گمراه هستن؟ یک شخص الگوی خود قرار دادن. این رهبر حزب ماست، یا رهبر تنظیم ماست، رهبر گروپ ماست، پشت از او رفتن. دیگر صاحب او رهبر ازیر امریکایی یک چند دلار داد، غیر معصوم است. وقتی بکسک دلار اینجا برش مان، رهبر رفت پشت کجا؟ دلار. کل گروپش چی شد؟ رفت که امریکایی. نیویه در امریکایی است، دوست است، رفیق است. جهاد خب از روسا بود دیگه. خلاص شد دیگه. امریکایی خاص خو جهاد نداره دیگه، بره خدا خطا. اگر روس آمد آکت جهاد، اما کت امریکایی اگر روس آمد پالوش آمد نو پرابلم. پرابلم تر دم روس بود. اون وقت خوب بود. ببین، اما اگر راه رسول الله صلی الله علیه و بگیری هیچ وقت در غلطی و اشتباه نیست، چون او معصوم است و قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر دست پیر گرفتی و ماچ کردی او پیر جان او خوب تکان داد و الله 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 الله، دیگر است که یک دختره کردی الله الله الله، باز تو هم رفتی کتش دیگه. اما اگر راه رسول الله صلی الله علیه و گرفتی باز یندل مندل ضرورت نداری، باز راه رسول الله صلی الله علیه و گرفتی باز مستقیما ولکم فی رسول. او مردم چرا از قرآن پیروی نمیکنین؟ چرا قرآن ماندی؟ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. بر شما و در رسول الله صلی الله علیه و اسوه حسنه هست. رهبرتان الگویتان رسول الله را ببینید، امر الله هست. دیگه نام از نامهای عقیده اسلامی اصول دین است. چی است؟ اصول دین است. یکی اصل دین است، یکی فرع دین است. نماز فرع است، روزه فرع است، زکات فرع است، جهاد فرع است، دعوت فرع است، حج فرع است. اصل دین عقیده است. اصل دین عقیده است. لکن ما در افغانستان خوب نماز میخوانیم، خوب ذکر میکنیم، در فروعات خوب مصروف هستیم، اما اصل چی کردیم؟ فراموش کردیم. بناهن تا که اصل ما کم نگیری فرع به دردت نمیخوره. والله من خود دروغ نمیگم، خب دیپلماسی رو یاد ندارم، به خاطر مسئولیت الهی براتون میگم. والله اگر یک ما در یک اتاق بشینی و تسبیح 1000 دانه‌ای بگیری و یا الله بگویی یا الله بگویی و عقیده درست نداشته باشی، یک ما یا الله بگویی، یک لک مرتبه یا الله بگویی، لکن یک عبادت به غیر الله بگویی، قرآن میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگه با خدا کس را شریک ساختی تمام اعمالت از بین میره، یک لک تسبیحت از بین میره. اگر
عقیده صحیح داشتی که الله را درست شناختی، پیغمبر را درست شناختی، اگر 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر بگویی، آنقدر برات اجر داده میشه. یک دفعه لا اله الا الله بگویی، با اندازه لا اله الا الله تو گرنگ میشه که اگر گناه ها به اندازه کوه ها هم باشه این ثقیل میشه. کدام لا اله الا الله که از قلب لا اله الا الله بگویی. خب و اون معنای لا اله الا الله را پس آن باز من براتون میگم، باز به اون معنا لا اله الا الله را بفهمید. دیگه از نامهای عقیده فقه اکبر است. گوش کنین کسانی که ادعا میکنین که ما پیروان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم، گوش کنین که در افغانستان چقدر دروغ میگن. حنفی نیستن. امام ابو حنیفه سای بسیار لکس بود. یک روز یک نفر 16 تا چپن پوشیده و میگه ما حنفی هستیم. ما صاحب ابو حنیفه 16 تا چپن نپوشیده بود. تو یک ماست که خدا نششتی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کسایی که خواندن و ما خواندیم مکمل زندگیشه، اول در جوانی خود تجارت میکرد. تجارت تکه بود، تجارت تکه میکرد. بزرگترین تجار در منطقه خود بود، پیسه‌دارترین نفر در منطقه خود بود. سر شاگردای خودش مصرف میکرد و تو کورس نساخته بود که از شاگردا پیسه بگیره، بلکه بر شاگردای خود مصرفشان ای میداد. بهترین لباس، بهترین تجارت، بهترین تقوا داشت، بهترین فهم از دین داشت. از او خاطر سعی کنین او تمام فقه را دو بخش تقسیم کرده بود. یکی فقه اکبر و یکی فقه اصغر. فقه اکبر یعنی دانش بسیار بزرگ. دانش بزرگ چی؟ دانش بزرگی که اصل دین است. این میگه فقه اکبر است. یک کتاب نوشته کرد به نام فقه اکبر. و یکی از پیروان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک کتاب دیگه نوشته کرده به نام شرح فقه اکبر. نام از عالم است ملا علی قاری. والله اگر امیل کتاب ملا علی قاری رو در افغانستان بخوانی اگه سنگ جارجارت نکنن. امی حنفیه او میگه اگه در نوروز اگه به کسی یک دانه تخم بدی کافر میشی. ملا علی قاری میگه. از جمله شاگردای بسیار قوی، پیروای بسیار قوی مذهب حنفی یکی هم ملا علی قاری هست و کتاب ازی حتی در مدارس علمای احناف ما را درس میدادن. در این مدرسه دارالعلوم عربی کابل ما خودم استاد بر ما کتاب ملا علی قاری را درس داده. فقه اکبر هم درس میداد، ملا علی قاری هم درس میداد. امیل در بسیاری مجلس ها از ترس مسائل ملا علی قاری را ما گفته نمیتونیم. و یکی از پیروان قویه، ما یک روز در عربستان سعودی که یک عالم جرا بحث داشتم، ما گفتم با اعتبار ترین کتابی که در کل دنیا بسیار معتمد است در عقیده کدام کتاب است؟ گفت شرح عقیده طحاویه. ما یک ذره در موجه ما یک کمک خواستیم حنفیگری خدا برشان نشان بدیم کنیم. ما گفتم خب امیر کی نوشته کرده؟ گفت ابن ابی العز حنفی. گفتم آیا این کتاب شما اعتبار میدین؟ گفت در کل پوانتونهای عربستان سعودی کتاب تدریس میشه که ایره یک عالم حنفی نوشته کرده. بفرمایین از تمام علما پرسان کنین بگوین که شرح عقیده طحاویه مؤلفش کی است؟ میگن ابن ابی العز الحنفی. فعلا در کجا تدریس میشه؟ در تمام پوانتونهای عربستان. اونو کتابی را که یکی از بزرگای احناف نوشته کرده اگر مسائل از او را بیایی در افغانستان بگویی میگه تو وهابیستی. اگر از شرح عقیده طحاویه را در اینجا بیاد درس بده برو امیر
شاید ترجمه شده باشه، امیر شروع که درسشه بگو من از شرح عقیده تحاویه گپ میزنم. کسایی که میگه ما حنفی هستیم تو را میگه تو وهابی هستی. چرا؟ به خاطر ازی که او دروغ میگه، حنفی نیست. اگر حنفی می بود فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را میخوان. اگر حنفی واقعی می بود ملا علی قاری را میخواند که شرح فقه اکبر امام ابی حنیفه رحمت الله علیه است. و اگر او حنفی واقعی می بود شرح عقیده تحاویه را میخواند که یک عالم حنفی نوشته کرده. و این سه کتاب عقیده بسیار مهم در عقیده احناف است. این کتابایی است که ممثل عقیده احناف است و ما اکثرا وقتی که درس‌ها را میگیریم از این کتاب‌ها استفاده میکنیم. ولی امروز در افغانستان چی میگن؟ از این خاطر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه را تقسیم کرده بود فقه اکبر و فقه اصغر. فقه اکبر 13 سال در مکه مکرمه تدریس شد، لا اله الا الله تا ای که از زبان در قلب داخل شد. و فقه اصغر کدام فقه بود؟ باقی مانده تمام احکام دین که است، نماز، روزه، حج، زکات، کل دیگه کسی چی است؟ یکی موضوعات که در فقه هست این چی است؟ فقه اصغر است. پس من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، کسی که الله بر از او خیر میخواد او را فقیه در دین میسازه. در افغانستان میگه در فقه اصغر، نه خیر، یفقهه فی الدین در فقه اکبر و فقه اصغر او را میفهمانه که هم عقیده توحید قرآن و سنت داره و هم کتاب های فقه دیگر را میفهمه. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین تنها در فقه اصغر نیست، در فقه اکبر اول باید باشه. دیگه از نامای عقیده چی است؟ شریعت است. چون شریعت شامل اعتقادات میشه، شامل اخلاقیات میشه، شامل عبادات میشه، شامل احکام فقهی و نظام های اسلام میشه. از این خاطر یکی از نامهای شریعت هم است. و یکی از نامهای عقیده چی است؟ ایمان است. به خاطر از این ایمان میگن چرا در عقیده ایمان است. آدمی که عقیده خوان او ایماندار است و آدمی که عقیده نخوانده او بی ایمان است. هر قدر که دعوای ایمانداری بکنه ایماندار نیست. چطور تو میتونی مثلا آب نشناسی؟ چطور میتونی تو درباره ازی بگی که والا من آب نمیشناسم لکن من ساینسدان هستم؟ از چی ترکیب شده؟ H2O را میفهمی؟ چی معنا؟ چرا تو هست و چرا او هست؟ اینه کس نمیفهم، باز میگه والا من کیمیادان هستم. دروغ میگن. وقتی که ترکیب آب نفهمید بازو بگه من کیمیادان هست. یک کس عقیده را نمیفهمه، فرمول های عقیده را نمیفهمه و میگه من ایماندار هستم. از کجا گرفتی ایمانت؟ از همین 4 تا کتاب های شعر؟ از کتاب شعر تو ایمان؟ آیا او کتاب شعر است یا کتاب ایمان است؟ حداقل عقل داری. آیا یک نفر بگی برو یک کتاب کیمیا بخر، او میره کتاب ادبیات میخره؟ خب میره باش میگه بیادر کتاب کیمیا داری، او باش میگه که میره کتاب شعر بخون. میگه بیادر خود کتابش ادبیات است. من ادبیات کار ندارم، من کیمیا کار دارم. حال تو ایمان کار داری. ایمان در کجا هست؟ در کتاب های ادبیات یا در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ چنان برعکس اینجا در افغانستان امی بسیاری کسا در مسائل اعتقادی هم بسیار بی‌تفاوت هستند. والله در عقیده تو از کجا گرفتی؟ والله از فلانی کتابای شعر گرفتیم، در فلانی کتابای شعر. و اکثرا در کتابای شعر که است اکثرا فکرتان باشه که شعرا که هستن یا اکثرا در عالم خیال زندگی میکنن، از مجاز و از کنایه و از استعاره گپ میزنن. اما در قرآن عظیم الشان عقیده توحید که است این گپا نیست. در عقیده که است معلوم است قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عنوان دیگه درس ما که است اصول عقیده اسلامی هست. اصول عقیده اسلامی. عقیده اسلامی 3 اصل داره. عقیده اسلامی در اصل 3 بخش تقسیم شده، 3 اصل داره. یکی اصل ایمانی هست. اصل ایمانی، اصل اول چی است؟ اصل ایمانی است. اصل دومش اصل عملی هست. در عقیده عمل است، فکرتان باش، من براتون الان میگم. و اصل سومش اصل اخلاقی است. در عقیده اخلاق هم است. خوب فکرتان باش. 3 اصل شد. اصل ایمانی. اصل چی اولش؟ بلند بگوین.
این ما یک نفر هستم، صدای می یک نفر از کلتان که بلندتر است. اصل اولش چی است؟ ایمانی. اصل دومش اصل عملی. اصل سومش اصل اخلاقی. خب اصل ایمانیش کدام یکیست؟ اصل ایمانیش عبارت از آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت والجنة حق والنار حق والصراط حق والمیزان حق. صحیح نه؟ اینی اصل چی است؟ ایمانی هست. صحیح شد؟ که ایمان داشته باشید اصلا که این شد اصل ایمانی. اصل دومش اصل عملی هست. اصل عملی چی هست؟ اول عملا عبادت فقط برای الله انجام بدی. عملا عبادت برای کی انجام بدی؟ اگر عبادت به الله انجام ندی تو ایمان نداری، یا عبادت به غیر الله انجام بدی مشرک هستی. اصل عملی دو بخش دارن. اصل عملی چند بخش دارن؟ یکی تخصیص عبادت به الله، دومش تطبیق قانون الله. امی اصل عملی را از کجا یاد میگیریم؟ خوب فکرتان باشه. لا اله الا الله. یک کسی تو را پرسان میکنه سیکم، یک کسی تو را پرسان میکنه میگه اله کی هست که تو را نفی کردی؟ باید اول اله را بشناسی. اله کی هست که تو را نفی کردی؟ گفتی لا اله، نیست هیچ اله قابل پرستش. اول اله را تعریفش بشناس. مردم در افغانستان مشکلات دارن. سعی کنم معنای اله هم براتون بگویم ببین که مردم چقدر مشکل دارن. اله کسی است، نشته کنین، اله کسی است که ذاتش عبادت می شود. اله کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. اله کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. فهمیدین؟ اله کی است؟ کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. خب این حال که معنای اله را فهمیدیم، به این لا اله را ترجمه میکنیم. میگیم لا اله الا الله چی معنی؟ لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از کی؟ الله سبحانه و تعالی. فهمیدی یا نه؟ از همی چند درس میگیریم. اول سعی کن آیت دیگه قرآن چی میگه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن يكفر بالطاغوت، اول باید با کی کافر شوی؟ با کی کافر شوی؟ خب طاغوت کی هست؟ مخلوق است که به قانون خود و عبادت خود مردم دعوت میکنه. طاغوت کی است؟ مخلوق است. طاغوت کی است؟ مخلوق است که به قانون خود و عبادت خود نشته کنین. این باید حفظ کنی که عقیده جور شود. طاغوت کیست؟ مخلوق است، انسان است که به عبادت خود و قانون خود مردم دعوت میکنه. فهمیدین؟ طاغوت کی است؟
مخلوق است که به قانون خود و عبادت خود مردم دعوت میکنه. جزاکم الله خیر. انال قرآن چی میگه؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حالا سوال میشه که مسلمان قرآنی کی هست؟ مؤمن پدرکلانی نه، مؤمن قومکی نه، مؤمن قرآنی کی هست؟ کسی است که اول به کی کافر شوه؟ به طاغوت. بعد از اینکه به طاغوت کافر شدی و یؤمن بالله، باز ایمان به کی میاری؟ اینا کفر به طاغوت چی است؟ لا اله، لا اله، نیست هیچ کسی، هیچ مخلوقه، نیست هیچ کسی که قانونش تطبیق شوه و عبادتش شوه، ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از کی؟ بغیر از الله. پس ما و شما وقتی که لا اله الا الله خواندیم اول به کی کافر شدیم؟ به طاغوت. باز ایمان به کی آوردیم؟ لا اله کفر از به طاغوت، الا الله ایمان از به کی؟ به الله. فقد استمسک بالعروة الوثقى. عروة الوثقى قرآن است. میگه کسی که اول به طاغوت کافر شد و باز ایمان به الله آورد، این تمسک به چی ورزیدن؟ به عروة الوثقى، یعنی به قرآن. پس مسلمان قرآنی کدام است که اول به کی چی کافر شود؟ سپس خب اول یک سوال دیگه میشه، طاغوت فرد است یا گروه است یا فکر است؟ نشته که این سوال، طاغوت فرد است؟ این درس است که ما 20 سال در عقیده خواندیم، این خوب مثل که ماس شورک میتی 20 سال ما ماس شورک دادیم، حالا بر شما مسکیش هم میتین. صحیح نه؟ اینال سوال، آیا طاغوت فرد است، یک شخص است، یا یک جماعت است، گروه است و یک فکر و اندیشه هست؟ کی برای ما گفتم میتونه؟ آفرین. طاغوت گاهی فرد می باشه، در جوابش میگیم طاغوت گاهی چی می باشه؟ مثل فرعون نمیگفت انا ربکم الاعلی؟ پس فرعون طاغوت بود نبود؟ هامان طاغوت بود. فرعون، هامان، شداد، نمرود، ابو جهل، ابو لهب، اینی کلشان در جمله طواغیت چی حساب میشن؟ فرد حساب میشن. امروز مثلا بشار الاسد به عکساش سجده میکنن نمیکنن؟ طاغوت است. معمر القذافی میگفت نگوین بسم الله، بگوین بسم القائد العظیم. نمیگم که بگوین بسم الله، بگوین به نام رهبر بزرگ اتاتورک. امیل ترکا چی میگن؟ نمیگفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، میگفتن به نام رهبر بزرگ انقلاب. طاغوت است، طاغوت های عصر. لنین طاغوت بود، مارکس طاغوت بود، ژان ژاک روسو طاغوت بود. اینا چی هستن؟ اینی طاغوت های فردی است. احیانا طاغوت به شکل یک جماعت و گروه می باشه، مثل کمونیستا، گروه کمونیستا، کمونیست، سوسیالیست، سیکولر، دموکرات ها به شکل، و احیانا طاغوت به شکل یک فکر و اندیشه می باشه، مثل اندیشه سیکولاریستی. اندیشه سیکولاریستی چی است؟ یعنی اندیشه هست که باید قانون غیر الله در یک مملکت تطبیق شود، جدایی دین از ساختار جامعه. در پانتون باید دین نباشه، در مکتب باید دین نباشه، در دفتر باید دین نباشه. دین در کجا باشه؟ فقط در مسجد باشه. پس اندیشه سیکولاریستی
اندیشه طاغوتی هست. دموکراسی چی معنی؟ یعنی دموکراسی یعنی که اله مردم پارلمان باشه، خدای مردم کی باشه؟ اگر پارلمان گفت شراب حلال است اوکی، اگر گفت حرام است پارلمان یه حق داره. دموکراسی قانون الله هست یا قانون غیر الله؟ پس طاغوت شد نشد. کمونیسم، مکتب کمونیستی یک طاغوت است به شکل یک اندیشه. چرا که کمونیسم چی میگه؟ میگه دین افیون ملت هاست، مخدر است. انسان که دیندار شد میگه دیندار کسی است که پیش کمونیستا، پیش مارکسیستا نظر مارکس است. پس به نظر مارکس هر کسی که دیندار است پودری است. دیندار چیست؟ مارکس میگه میزنه، میگه دین مخدر ملت هاست. ما گپای مارکس براتون خوبم تو لکس جور میکنم که بفهمید. مخدر ملت ها چی معنی؟ یعنی دیندار چیست؟ هر کسی که دیندار است میگه پودری است. اون قرار در بغل دریای کابل اونجا شیشتگی است خلاص. پس این نظر چی هست؟ نظر پس کمونیسم، مارکسیسم، سکولاریسم، فاشیسم، نشنالیسم، قوم پرستی یا کلش اندیشه های طاغوتی هستند. این حال وقتی که میگه که و من یکفر بالطاغوت، اول باید به کی کافر شوی؟ اول باید کافر شوی به افراد طاغوت. به فرعون کافر شوی، به هامان کافر شوی، به نمرود کافر شوی، به شداد کافر شوی، به اندیشه های طاغوتی و کمونیسم کافر شوی، به سکولاریسم کافر شوی، به دموکراسی کافر شوی و یؤمن بالله، باز بعد از او به کی بیاری ایمان؟ فقد استمسک بالعروة الوثقی، باز او وقت تو هستی که با عروه وثقی. این حال کسایی که میگه دموکراسی و اسلام فرق نداره، لا اله الا الله را فهمیده؟ بیچاره لا اله الا الله را نمیفهمه، معنایشه، معنای اله نمیفهمه. پس این حال ما و شما گفتیم که یکی اصل ایمانی هست، یکی اصل چی بود؟ عملی. اصل عملی چی بود؟ که عبادت باید فقط برای کی انجام داده شود؟ به الله. این حال کسی که میره در شاهد شمشیره برای شاهد شمشیره نظر میبره، این معنای لا اله الا الله را میفهمه؟ این کسی که برای شاهد شمشیره سجده میکنه معنای لا اله الا الله را میفهمه؟ ها؟ سکنه؟ این کسی که میگه سمنک نظر بهار است، نظر برای بهار نظر کرده، این معنای لا اله الا الله را میفهمه؟ نه. خب فرمول عقیده رو چون یک روز درس عقیده نشسته، سمنک نظر بهار را خود ننکلان خود یاد گرفته. ننکلانش خود دعای قنوت یاد نداشت. دعای قنوت میگن اگر تو قنوت. چرا؟ به خاطر از اینکه نمیفهمه که بین قنوت، تسلیمی و ذلت در مقابل ذات خالق معنیش نمیفهمه. چند نفر همیاله برو در روی سرک یک مصاحبه بگو بیادر معنای دعای قنوت یاد داری؟ و سوم اصل عقیده چی بود؟ اخلاق است با معتقدات. اخلاق با کی است؟ با معتقد. اخلاق با الله است، اخلاق با رسول الله صلی الله علیه و آله است، اخلاق با پیغمبر است، اخلاق با قرآن است. یک کسی که قرآن میگیره در کثافت دانی میپرته و میگه من کلمه میخوانم، این مسلمان است؟ مسلمان نیست.